سلام به شنوندگان یا بینندگان عزیز. امروز می خواهیم درباره یک موضوع خیلی مهم و در عین حال خیلی ساده صحبت کنیم. موضوعی که در ظاهر کوچک اما اگر درست فهمیده شود می تواند زندگی فامیلی ما را از ریشه متحول کند. اون هم چیزی نیست جز قدرت گفتگوی سالم در فامیل، مخصوصا در خانه هایی که چند نسل یعنی پدر، مادر، فرزندان، عروس، داماد و حتی نواسه ها با هم زیر یک سقف زندگی میکنند. شاید فکر کنین گفتگو که چیز خاصی نیست. همه حرف میزنن اما نه. همه حرف میزنن اما همه بلد نیستند چگونه حرف بزنن که دل نشکند، چگونه گوش کنند که واقعا بشنوند، چگونه در دل فضای پرتنش آرامش بپاشد. در خانه های ما مخصوصا فامیل های بزرگ مشکلات پیش میاد. یکی از برخورد مادر شوهر شکایت دارد، یکی از بی‌توجهی شوهر ناراحت است، یکی دیگری اسم می کند که کسی حرف دل او را نمیشنود. و ما چی کار میکنیم؟ بعضی وقتها سکوت، بعضی وقتها قهر و بعضی وقتها دعوا. اما کمتر پیش میاد که بنشینیم با هم با زبان نرم، با گوش باز، با این نیت درک کردن حرف بزنیم. گفتگوی سالم یعنی چی؟ گفتگوی سالم یعنی این که با آرامش حرف بزنیم، نه با عصبانیت. قضاوت نکنیم، گوش کنیم. مثلا به جای این که بگوییم تو هیچ وقت من را درک نمی کنی، بگوییم وقتی با تو حرف میزنم و جواب نمیدی احساس میکنم تنها ماندم. ببینید چی فرق بزرگی است. یکی باعث دفاع می شود، یکی باعث همدلی. چرا در فامیل ما این کار سخت است؟ شاید به این دلیل که سالهاست به ما گفته شده زن باید خاموش باشد، عروس نباید زیاد بگه، مرد گریه نکنه، مرد درد دل نمی کنه، مادر شوهر همیشه حق دارد، یا دخترها نمیفهمند هنوز کوچک هستند. اما حالا وقتش است که این باورهای قدیمی را به آرامی کنار بگذاریم. در یک خانه‌ای که همه احساس امنیت کند، حرف بزنند، درک شوند، شنیده شوند، هیچ کس نمی سوزد. گفتگوی سالم چی تاثیر دارد؟ چند نکته طلایی برای گفتگو. در زمان مناسب حرف بزنیم. وقتهایی که طرف مقابل خسته یا عصبانی است، گفتگو را عقب بندازیم. احساساتمان را بیان کنیم، نه اتهام. گوش بدهیم، نه برای جواب بلکه برای فهمیدن. اگر اشتباه کردیم معذرت بخواهیم. امین یک جمله معجزه می کند. حق با تو بود، ببخش. یاد ما نرود هر کلمه یا زخمی می سازد یا زخمی را درمان می کند. یک مثال ساده از زندگی. فکر کنید یک روز عروس خانه هست، از کار خانه نشسته، مادر شوهر داخل می شود و می گوید خانه هنوز جمع نشده. اما اگر همان مادر شوهر فقط همین را بگوید دخترم امروز خسته به نظر می رسی، کمک می خواهی؟ همان جمله، همان موضوع، اما با کدام لحن، کدام نیت. فرق میان جنگ و آرامش فقط یک جمله هست. بیایید از امروز شروع کنیم. تصمیم بگیریم از امروز آرامتر حرف بزنیم، بیشتر گوش بدهیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر درک کنیم. خانه فقط با دیوار ساخته نمی شود. خانه با کلام مهربان ساخته می شود. خانواده‌ای که در آن حرف دل گفته شود، گله با محبت حل می شود و دل با احترام به دست بیاید. هیچ وقتی ویران نمی شود. تشکر که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. برای خانواده تان، برای فرزندانتان فضای گفتگو بسازید، نه دیوار سکوت. تا دیدار بعدی، دلتان گرم، خانه هایتان پر نور، زبانتان همیشه مهربان. خدا حافظ.